دوستان عزیز نشون بدن این کتاب همون محاسن نفسانیه در صفحه 12. میگه که هرچی اینا فقیه‌تر میشدن علمای اهل سنت و فقهای اینا اشد عداوة لآل الرسول، یعنی دروغ، مذهبی که اساسش دروغ باشه. میگه فقهای اینها یعنی دشمنی شدید داشتن با اهل بیت و ادحرهم لهم خلافا فی الفروع والاصول، کسانی که در فروع و اصول با آنها مخالفت کردن، یعنی با اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله. کمالک ابی حنیفه، مانند ابو حنیفه و شافعی و ابن حنبل. و ابی حنیفه درست، اول اسم مالک آورده. کمالک بله، و ابی حنیفه و شافعی و ابن حنبل و دیگران. فی تلک المذاهب السخیفه، در این مذاهب پست، در این مذاهب فرومایه به اصطلاح. این یعنی همه رو با یک تیر، هر 4 مذهب رو یک جا زده. در کتاب مختلف شیعه از هلی دوستان عزیز اگر نشون بدن در صفحه 110 جلد 2، در اینجا میگه که رؤساء المذاهب الاربعه لم يكن احد فی زمن رسول صلی الله علیه و آله و سلم. میگین رؤسای مذاهب اربعه در زمان پیامبر که نبودن، ولا فی زمن الصحابه، در زمان صحابه هم نبودن. فهذه احد بدعهم انهم اختاروا من مجتهدیهم هذه الاربعه. میگه که از بدعت‌های اهل سنت چی است که همینا رو که در زمان پیامبر، در زمان صحابه نبودن، اینها رو چیکار کردن؟ امامانشون تعیین کردن. یعنی رد میکنه همه مذاهب رو. در کتاب صراط المستقیم از عملی بیاضی در باب در مورد ائمه اربعه، ببینید در اینجا یک بابی رو اختصاص داده در رد ائمه مذاهب اربعه و در اینجا اینها رو به اصطلاح میگه که اینها از پیروان پیامبر و صحابه و اینا نبودن.